تبخال تناسلی درمان دارد. زائده های قرمز و ملتهبی که روی پوست ایجاد میشه، به خصوص در ناحیه تناسلی و ترشحات سوزاننده و چرک مانند دارن، تبخال تناسلی میگن. از دیدگاه طب نوین دلیل تبخال تناسلی ویروسه، اما در طب سنتی خون فاسد یا صفرا غیر مفیده. فرق بین تبخال تناسلی و زگیل تناسلی در اینه که در تبخال تناسلی زائده ها ترشح دارن و از جنس صفرا هستن، اما در زگیل تناسلی زائده ها ترشح ندارن و از جنس سودا هستن. برای درمان تبخال تناسلی باید از صفرابرای قوی استفاده کنیم و مصفای خون که خون رو خنک میکنه و ضد عفونت استفاده میکنیم. داروی موضعی که برای تبخال تناسلی بسیار مجربه و جواب میده مرهم ابیض.